آیا فکر کردی چرا بعضیا با فتوشاپ شاهکار خلق میکنن و بعضیا همیشه سردرگمن؟ دلیلش اینه که فتوشاپ یک ابزار نیست، فتوشاپ یک مهارته و امروز این مهارت رو یاد میگیری و آخر ویدیو متوجه میشی که چند درصد از فتوشاپ رو به راحتی یاد گرفتی. پس تا آخر ویدیو با من باش. ما اینجا قراره فتوشاپ رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیریم، از مبتدی تا پیشرفته. دسکتاپمون که فتوشاپ رو نصب کردیم شروع میکنیم و یا اینکه از قسمت استارت ادوب فتوشاپ وارد صفحه فتوشاپ میشیم، با همچین منوی روبرو میشیم و همچین صفحه‌ای. این قسمت وسط میبینید که نوشته درگ اند دراپ ایمیج، یعنی اینکه ما میتونیم اگه بخوایم یه فایلی رو، یه عکسی رو بخوایم آپلودش کنیم، میتونیم با درگ کردن از طریق فایلمون فایل رو بیاریم اینجا. خب ما فعلا نمیخوایم این قسمت رو بریم یه سند باز کنیم، یه پوشه خام باز کنیم و بتونیم روش هر کاری که بخوایم انجام بدیم. ببینید قسمت این بالا قسمت فایلمون مشخصه و فایل هایی که باهاش کار کردیم رو نشون میده که میتونیم به صورت آیکون باشه یا به صورت لیست باشه تعیینش کنیم. Create new یعنی یه سند جدید باز کردن. ما اولین کاری که انجام میدیم مثلا می‌نویسیم 1. من میام یه سایزی رو بهش میدم، میخوام سایز مثلا 16x21 رو براش مشخص میکنم. این قسمت پیکسل میتونه پیکسل باشه، اینچ باشه، سانتی متر باشه، نسبت به کاری که میخوای انجام بدی باید تعیینش کنی که فعلا ما بر روی پیکسل قرارش میدیم. قسمت رزولوشن کار یعنی کیفیت خروجی که ما میخوایم بدیم، قطعا برای کارهایی که به صورت چاپ میخواد بره، حالا فرق نمیکنه چاپ افست باشه یا چاپ RGB باشه که حالا رفته رفته بهتون توضیح میدم اینا یعنی چی، ما باید روی 300 قرارش بدیم. ولی صرفا برای فضای مجازی میتونید رزولوشن 70 رو در نظر بگیرید که اون وقت باید دیگه این 16x21 نباشه، ابعادش 1080 و 1920 باشه که افت کیفیت نداشته باشیم. ما اینجا اگه بخوایم پیکسل بر اینچ قرار بدیم، خب کیفیت نرمال به ما میده، ولی اگه بخوایم پیکسل بر سانتی متر بخوایم بدیم، حجم این 2 برابر میشه و ما نمیخوایم خیلی سنگین باشه، پس میذاریم رو پیکسل بر اینچ. برای مود رنگیمون هم فعلا میذاریم رو RGB کالر، چون ما میخوایم فعلا برای چاپ عکس چاپی در نظر میگیریم. حالا اگر بخوایم مودهای دیگه استفاده کنیم که اونو بعدها براتون توضیح میدم. در مورد بیت ریت هامون که اینجا هستن، ببینید 8 بیت خب قاعدتا یه ذره پایین تره. اگه سیستم شما توانایی حجم بالا رو داره، 16 بیت بهترین نورمال ترینش هست. این سندی که میخوایم باز بشه بک‌گراند اصلش چی باشه؟ قطعا خب سفید، وایت سفید، بلک مشکی و بک‌گراند خالی و یا کاستوم که ما فعلا رو همون وایتش قرارش میدیم. این قسمت ها هم حالا بعداً تو حین کار که برامون پیش بیاد انجام میدیم. با کشیدن این گوشه میتونیم کوچیک بزرگش کنیم. ما یه سندمون رو آماده کردیم، وقتی کریت رو بزنیم سند ما ساخته میشه. خب با یه کنترل پرانتز باز رو که بخوام بزنم حالت استانداردش رو مشخصا میتونی ببینی. خب ما تا اینجای کار متوجه شدیم، بریم یه توضیحات دیگه در مورد صفحه اصلی باز بدیم. ما دوباره کریتنی رو بزنیم، یه سری اینجا پالت ها میبینیم. خود فتوشاپ اومده یه سری سایز ها مشخص کرده که اگر شما نخوای دستی کار کنی با همین پالت های آماده هم میتونی کار کنی و یا حتی میتونی پالتی که ساختی رو سیوش کنی. تو سیو کرده بودم. حالا میبینید وقتی که روی این قرار میگیرم خودکار اینا تغییر میکنه و 10x15 برای من نشون میده. پس این شد برای سیومون. بعد این قسمت پوتو سایزهای استاندارد جهانی رو اینجا هستش که مثلا سایز مثل 2x3، 6x4، 5x7 و سایزهای دیگه. وقتی که کار نسبت به کارتون اگه بخواید بزنید، با هر کدوم کلیک کردن برای اونا و یک کریت زدن برای شما سند آماده رو به صورت سریع براتون باز میکنه. اینجا هم خب مال صفحات وب و سایزهای وب هستش و سایزهای موبایل
که میتونید هر کدوم که خواستید انتخاب کنید و حتی فیلم و ویدیو موبایل و یوتیوب و همه اینا هستش که حالا یا بر اساس اینا انتخاب کنید یا اختصاصی خودتون میسازید. وقتی که ما میایم این سایز رو قرار میگیریم، من الان میخوام این سندی که قبلا درست کردم 16x21 اینو میخوام سیو کنم که آماده داشته باشم. میام روی این قسمت سیو میزنم، حتی میتونم اسمش رو بزنم همون 16x21 بدونم چجوریه سریع پیدا کنم. وقتی سیو پریست رو میزنم این برای من سیو شد. سری بعد خواستم بیام وقتی برم روی سیو این قسمت 16x21 من میبینم سریعا آماده هستش و با یک کلیک کردم بر روی این به سندم میرسم. احتمالا شما وقتی برای اولین بار بخوای وارد فتوشاپت بشی این مدلی نباشه و فکر کار خودم شخصی سازی منه که به صورت فوتوگرافی قرار دادم. منوها رو به ما نشون میده که منوها هستن منوی فایل، ادیت، ایمیج، لایر، تیپ، سلکت، فیلتر، 3D، ویو، ویندو و هلپش. حالا رفته رفته هر کدوم از اینا رو نسبت به آموزش هایی که داریم قطعا با هم کار خواهیم کرد. این قسمت پایین منوها قسمت آپشن بارمون هستش و این قسمت تولز بارمون هست. آپشن بار یعنی چی؟ یعنی میبینید من تو این قسمت میام رو یه سلکشنی قرار میگیرم، آپشن بار من سریعا تغییر میکنه و آپشن هایی که نسبت به این ابزار میتونه به من بده رو نشونم میده و حالا نمونه های دیگه و حتی هر کدوم از اینا رو من بخوام انجام بدم این آپشن بارم تغییر میکنه. یه ویندو میتونیم پالتامون رو تغییر بدیم و کم و زیادش کنیم. ببینید بیشتر کاری که حالا صرفا برای یه فوتوگرافیست لازمه پالت لایر و هیستوری و تاریخچه هستش. چنل های دیگه هم هستش که حالا میتونیم با اضافه کردن و کم کردن به اونا دسترسی پیدا کنیم. مثلا پالت هیستوری منو ببینید، وقتی من از اینجا تیکشو برمیدارم هیستوری من پنهان شد. وقتی که بخوام برم هیستوری رو تیکشو بزنم میاد اضافه میشه به لایه من. بعضی از پالت ها به صورت تکی میاد، بعضی از پالت ها به صورت دسته جمعی. مثلا این کالر رو ببینید، وقتی که پالت کالر رو میزنم سچوریشنش و تولزش و پریستش و همه اینا رو با هم میاره. حتی میتونم از اینجا به صورت تکی هم بردارم و قسمت هایی که حالا مثلا من میخوام یه تایپی رو داشته باشم اینجا گرافیکش اینجا میاد. بعد میبینید اینم باز دوباره به صورت دوتایی اومد، گروهی اومد. پالتامون رو یکی کنیم، میتونیم با گرفتن و درگ کردن میره داخل اون پالتمون قرار میگیره. با جابجایی این پالت ها میتونیم صفمون رو کنترل کنیم و خودمون چیدمانی که دوست داریم رو برای خودمون بچینیم. وقتی که روی این حالت مستطیل قرار میگیریم یه فلش دو طرفه برامون میاد که با کوچیک و بزرگ کردنش میتونیم پالتمون رو مشخص کنیم. که وقتی که روی هر پالت قرار میگیریم ما اینجا یه سه خطی داریم که باز کلیک کردن بر روی این سه خط یه منوی برای ما باز میشه که حالا رفته رفته تو هر کدوم از کارا بهتون میگم که اینا چیا هستن. میون تو منوی فایل اینجا نوشته نیو، جلوش هم کیبوردش رو نوشته، یعنی هر گزینه‌ای که ما باز کنیم و جلوش این دکمه ها رو ببینیم، مثلا اینجا نوشته کنترل ان، یعنی با نگه داشتن دکمه کنترل و فشردن ان ما یه صفحه میتونیم داکیومنت جدیدی رو دوباره بسازیم و برای خودمون باز کنیم. یا اینکه فایل نیو، همه اینا در اصل یک کاری رو انجام میده. خب تا این مرحله ما پیش رفتیم، انشالله برای جلسه بعدی بازم در خدمتتون خواهیم بود. اگه آموزشمون رو دوست داشتید حتما ما رو ساب کنید، دنبالمون کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره.